این دروازه قدیم شهر آنتالیا. اینه آنتالیا قدیم این بوده که اینا خونه های مسکونی بودن، الان بازسازی شدن و شدن مغازه، کافه، بوتیک. آقا رضا بیا همینجوری که میدی برو که فیلمت هم بگیرم. اینا میشه کوچه پس کوچه ها. کوچه های قدیم که 300 سال بعد از میلاد مسیح. اینا همه کوچه پس کوچه الان بازسازی شده و بازار شده. خانم گزارشگر هستن از کارشناسی علوم باستانشناسی. بعد آدمای اون زمان کجا رفتن خانم؟ ببخشید. میردن.